نکن خیلی ابوال ابن سینا گفته بود که طبابت سه ای سخن گیاه و نشتر همون سکالپی دکتر آدم میگن کم یکم سخن همون برای وقتی که این آدمو میبینن یکی از سببایی که صحت نمیشوند یا که دیر صحت میشوند این همینه که آدم عقیده هاش وضع نشدن در عقیده هاش خودش چکو کرده است خودش یعنی کسل کرده است محدود کرده است باور نمیکنه یا که مثلا نمیفهمه یا که ترسای گوناگون در مثلا معنی سرش تاب میخورن همه همین چی سبب شده سبب شده است که انسان با یک ایدئولوژی با ایده کسل با فهمش کسل با عقیده های کسل پیش دکتر میرن نکنم برای چی ما این چیزا میگوییم که با همین ایده آدمیزاد کار کرد چون که وقتی که تفکر منتالیته مردم ما بیشترش که مثلا روایتی هست بیشترش مثلا کم اندیشرانی علمی خیر خدا را شکر روز شده است مثلا نسلی کلانتر کمتر اندیشرانیش دیگره اما در همون یکم کسل شوی در همین فکر سر میشه مثلا یکی میبیند کسل میشد و میخواند که میگه که کسل طبابت شونده نیست در درون چی میکند محکم و هر دکتری که کوشش کند و یاردم کند این میگه البته مرا فریب کرده نیست البته در من یگان اکسپریمنت تجربه میگذرونم این عقیده را پیدا میکنه تگ دیلش подсознаниеش موجه محکم شده برای همین عقیده صحت شوی را یکم در سر باید آمد علمای نیدرلندیا اثبات کردن که اکنون ما حساب میکنیم حساب ما 30% آدم از گپ از اطلاعات صحت میشه اما 40% میگن 40% آدم اطلاعات گرفت اطلاعات صحت کننده آدم میگه صحت میشه ما میدونیم که خیلی از روی چند سالی کار کردیم 30% صحت شوی ما حساب اونه که انسان با صحت شوی باور میکنه انسان با صحت شوی که باور کرد صحت شوی سر میشه اکنون تصور کنید که یک آدمی که ناباور است یک آدمی که عقیده هاش در اون که صحت نمیشه یا آدمی که دو دیله هست دائم همین شک میارد در طبابت اکنون تصور کنید باید چی قدر گپ زدن در کار که باور کنم برای ما با چی تکیه میکنیم یکم تکیه میکنیم با طرز فکرانی همه آدمی هست که فکرانیش مثلا ایراسیونالی میگن یعنی که قلبیه اون با منطق سر کار ندارد با منطق یعنی که چی نمیکنن همین میبیاد توبت میگه دلم روشنه که من صحت میشم وای منطق خطی کار نمیکنه اگر منطق خطی بگه زنده نمیفهمه منطق در نتیجه آموزش خواندن پیدا میشه یک دو میشه دو 4 میشه تو تبابت کردی البته چی میشی البته صحت میشه این منطق هست بارون بارید زمین تر میشه آدم اگر یعنی که نزد دکتر رفت بسیار چیزها رو میفهمد آدم مکتب رفت با سواد میشه آدم یونیورسیته خون معلومات عالی میگیره اینا منطقهای عادی هستند یک دو 4 یک هست دو هست سه هست چند است سه هست یک هست مثلا سه هست میلیون هست حساب هم میره یعنی همین منطق میره ما با تکیه میکنیم با منطقی اونم بسیار آسان است طبابت کسایی که مثلا منطق دارن وقتی که باید در درون هر سخن گفتگی تو را هم میگوید وقتی که دلیل میبیاری اثبات میبیاری هم میگوید و در درونش همون قصر سلامتی ساخته میشه ما این مثلا چی میگوییم انگراما پرویکسیای کسل در شعور انسانه همون رسم حس صورت obraz عقیده و اندیشه های کسل در معنی سرش این مردم طبیبای کلاسیکی ما پری میگن جین میگن یا خوبای دیگر میگن در دکتری هم همین فهمش انگرام هست
این گرام مرا تازه کردن نگو. وقتی که انسان با عقیدهش کار کردی فهمید ها گفت آهسته آهسته معنی سر باور کردن میگیرن. یعنی که انسان معنی سر خودش هم خیلی میکنه در روش زندگی که معنی سر به همون گپ و گزار اطلاعاتی که داده است باور میکنن. اینه به زبان کیناهای حاضره فهمشات فلسفه نو ماتریسه میگه. ماتریسه اون فضای اطلاعاتی است، فضای باوری اعتقادی آدمه که در اطراف اوه. اگر ما و شما باور کنیم که همین کار میشود، اگر که باور نکنیم چی؟ نمیشه. و عمومی هر کدام ما ماتریسه خودمون داریم و جامعه ما ماتریسه دارد. یعنی بالاش در یک عقیده های اینفورماسیونی هستن که قپیدگی هستن. اینا به زبان دیگر میگن اگریگور. یا که اگریگور یعنی جمع فکرها و تفکرها یک قوم یا یک ملت که در بالای اون ملت ایستادگی هستن. الان تصور کنید ما رو وقتی مشکل میبیاد اگریگوری مثلا ما که از مثلا سعدی یا که از دیگر کس ساخته شده است مثلا حافظ میگوید. یعنی میگذارد میگوید که حافظ یک چیز است که یک غزل دارد که کدامتون یادتون به هست که هر چیزی که میبیاد میگذارد گذران است مثلا آدم میگذارد یا که با کدامش است مثلا که یک تا تفکر کنید یاردم کنید مرا شما هم اشتراک کنید در فکر. مثلا من میخوام که شما فکر کنید نه یکون فکر گفتن یک سر کتاب خونده یوسفی گم گشته باز آید به کنعان کلبه احسان شود روز گلستان غم مخور. یعنی که این در ما ساختگی است، همین چیز ساخته مشکلیت میفته در مهاجرت هستن آدم ها یعنی که این در شعور و در همون فضای اطلاعاتی ما هسته. ما به این چیزها چیکار اعتقاد داریم. انا یک چیزی که آخر وقت میخواست که وارد شود همین اعتقاد قوه های بد در ما اثر دارند یا که سحر و جادو در ما چی یعنی که اثر دارد. این چیزها هستند لیکن اگر آدم اعتقاد کند چی و هم باور کند اگر خودش هم مشکلی میبیند. برای این باوری از یک رو چیزی خوب است از یک رو هم از زیان انسان هم از اون باوری هاشم. مثلا انسان به خدا سخت باور دارد یک روز گناه میکند چی میکند بعد عذاب چی میکشد. انا اکن باوری را نگاه کنید وجدان ما هم مانند خدا باید چی باشد مهربان باشد بخشنده باشد. اکن تصور کنید برای اینکه باوری انسان بیدار شود اطلاعات در کنه گپ در کنه دانش در کنه. باوری جنین دارد در هر یکی ما و شما ایمان در ما سنت ایکو انا همون جنینه با اطلاعات ما چکار میکنیم بیدار میکنیم. ایمان باوری به قوت شدن میگیرد به قوت شدن میگیرد. یکی همین ایمان گوییم که چند تا جزء دارد چند تا پیچ در پیچ قسم ها دارد. یکیش ایمان و محورش ایمان به خدا است. ایمان به خودت تو خودت با چیکار کنی باور کنی که من هم همون قدرت در من چی داره برای من جانشین خدایم. اگر تفکر ما دینی روایتی باشد این قدرتی که انسان دارد و اگر بیدار سازی بسیار کارا را انسان کردن میتواند. مثلا یک ماشین در دمکرات بوده است کودک بازی میکند میاد چشتگ ماشین میرد میرود که ماشین میافتد از دمکرات میافتد. زنی همین عادی همون ماشینی یک نیم تونه چند همین ژیگولی پیش چند بود مسکویچ یک 300 همین خدمه یک 700 همون هم میبردارد همون زن. دیدی نه؟ چیشه دیدی؟ نه خیر خدا نگهبان سکوت تعزیت کنم. نه تصور کنید یعنی که قوت انسان قدرت انسان هم بینید. مثلا برای عشق فرهاد کوهکن چیکار کردن در مثلا ادبیات ما هست یک کوه سوراخ کرد آب آورد کو یعنی قدرت انسان رو ببینید میتونست یک
ورزشگری ساحه دوی آمریکایی و دروازه پر آمریکایی خیلی پیش دوست بوده است. یک روز همین پلیس پیش میکند و همین 10 متر کانال میپرد اون طرفش. پلیس من میکنه میگه ایستا موتور چی میبری مگر تو همین تکرار کنی همه قدر میپرد از 8 و چند 9 زیاد نمیپرد. ببین در حالتی که مثلا تعلقات میافتد یگون استرس یگون چی میافتد آدم ببین قدرتش خیلی میشود. یعنی که انسان در نهادش قدرت دارد و اثباتش همینه که در قشر معده سر 7 قبطی نیرون ها هستند. از آدم عادی یک قبطش کار میکند زندگیش میبرد. آدمی که کمتر خواندگی سواد دارد 2 قبطش، آدمای عالم 3 قبطش، آدمایی که مثلا بگیم که حکیم هستند باید 4 قبطش، آدمایی که بگیم که من اولیا هستند 5 قبطش، پیغمبرو بگیم که 6 قبطش. اون تصور کنید که 6 قبطی همون حجره هایی که نیمش خوب است. یعنی که ما چقدر بخونیم اطلاعات جمع کنیم حجره های معده سر کشاده شدن میگه و یا به انتها هم. به انتها وقتی که انسان خواندن بس میکند انکشاف ان همه حجره ها چی میشه؟ من میشه. شما نگاه کنید بسیاری آدمی که نمیخواند آهسته آهسته در سن سالی رفته از خاطرش شکایت میکند. خلاص از اون که سرش قبول نمیگیره، از اون که نمیفهمد بسیار اندیشرانیش اون آهسته آهسته کودک شدن میگیرد. خلاص میگه بسیار علما را بینید اگر آلزایمر نشوند، بیماری یک آلزایمر که در مردم مسلمان خیلی کمه، اگر هم بیماری نشوند اگر همون خاطرشون تا آخرشون چی هست؟ عقلشون، هوششون، فهمیششون برایش باید دائم باید مطالعه میکنه. این کتابخوانی رو ببینید چقدر چیزی با قوت بودن نه؟ انا اکنون ببینیم که ما گفتیم که سخن رو ببینید چقدر دیگر میکنه. سخن مانند غذا حل میشود. سخن میتواند خبری باشد، سخن میتواند تربیتی باشد، سخن میتواند آموزشی باشد، سخن میتواند که احساسی باشد، یک صحبتی باشد، یک مباشرتی بین دو سه کس یا زیادتر از این که مثلا با واسطه سخن است. سخن دائم در خود اطلاعات و خبر دارد. یکی از همین سخن‌های طبابتی است. سخن طبابتی را هر کس زدن نمیتواند. برای سخن طبابتی را توانستن زدن باید شما معینه سر آدم را بدانید. این یک کی به خطی کی گپ زده است باید بدانید. آدم شناسی مثلا بدانید که خیلی سخن قبول میکنند. مثلا میگه رسول اکرم که درود سلام بر او که به اندازه عقلشان با آدم‌ها صحبت کنید. تصور کنید. یعنی که اندازه همون عقل و فهمیش رو به نظر میگیرید. برای همین بهترین سخنگوی شاعرها هستند. ما یکی از تفکر خاصی که این ایجادیات مردم ما هست و اندیشانشون در متماتیکای فیلولوژی فلسفه میگفتن گویا شعر از شعر یک چیزهایی میساختن که خاص ملت ما است، ولی انا همون حتی شاعرای بزرگی ما تبابت کردن نمیتوانند. برای همین سخن شفا کسی با سخن سر و کار دارد اون چند صفت ها را میداند. یکمی که طب میداند، روان میداند، اجتماعیت میداند، دین میداند، اون که پسیکولوژی را میداند، بدن آدم نظم میداند و زبان که دانست با میداند کجا را معنی سر و چی سخن پرتاید. وقتی که پرتافت وای آب می شود. آب که شد صورت می شود. هر سخن چی می شود در سر ما؟ صورت می شود، حس می شود در سر ما، فهمیش می شود در سر ما. یعنی که مانند اگر ما دانشمون کمتر باشد هر سخن آب کردن نمی توانیم. مانند آن است که ما اگر یگان اگر خوراکی خوریم که شکم ما حل کردن نمی تواند، فرمن ندارد، اما خیلی میماند در ما. خوراکی های یک خلق دیگر اگر به موضوع مردم تاجیک دادیم حل کردن نمیتونه برای فرمنت ندارد. معنی سرم همین است. فرمنت ها دانش های هستند که سخن چیکار میکنند؟ حل میکنند. این مسئله بسیار مهم است و بیهوده این اولیش نگفت که سخن چیکار میکنه توابه و جهانبینی انسان از همین سخندانیشه. کوشش کنید که وسیع کنید. آدم در مفکوره خودش اگر زندگی کند دنیا تنگ تار است.
کوشش کنید که مفکوره های دیگر هم آموزید. وقتی علمی آموزید که شما اگر باز یا قطعی علما هم صحبت شوید یا کتاب ها رو بخونید یا که فهمشات های دیگر بگیرید. انا این است اثرات سخن و درباره سخن روز ما میتوانیم بسیار بگوییم که گفتن که عامل فیزیولوژی صحت کننده سخن علما بسیار سنجیدگی و میدونن سخن چه خیلی تاثیر میکند. مثلا سخن در دویم سیگنال سیستم معاینه سر تاثیر میکند و احساسات را بیدار میکند، حسیات را بیدار میکند. مثلا روز ما سگ گوییم که لیمون آب دهان سگ چی نمیرود، لیکن ما آدم گوییم لیمون تیز اگر کم تر اندیشه کنه چی آب دهانش میره. برای چی؟ این سیگنال دویمه که پاولوف گفتگی آفرین چه خوندگیه. انا کو تصور کنید که همین رفلکس شرطی یعنی که آب دهان میرد و سگ اینه نمیره برای که سخن حل کردن نمیتونه تو لیمون نشانش ندی. افضلیت آدم هم در نزد فرشته ها همین بود. خداوند فرشته ها را پرسید که این چی است این چی است ندونستن. آدم را پرسید چی گفت عرش این چی گفت این کرسی گفت یعنی که فهم آسمان علمی که کیهان شناسی را آموزاندش دانست. یعنی که آدم بینید سخن میداند. افضلیت در همینه. تا مرد سخن نگفته باشد ای به هنرش نگفته باشد. باز گفتن که سخن را وزن و تمکین زمین بر، سخن را قدرت جان آفرین بر. باز در یک جای دیگه میگن خداوند همین یک کلمه گفته بشو و همه چیز چی بشد. برای خداوند آفریدن این قدر مشکلی نکرد. یکم چیزی که گفت بشو گفت. یا که رسول اکرم ما را گفتن بخوان بقرا یکم چیزی که گفتن هم کلمه را گفت. یعنی که افضلیت بینید نه افضلیت بینید که سخن گپ و اون تفکر و اندیشه‌رانی که ما میکنیم خودمون گپ میزنیم هر روز در درون سر ما منبر است و در اون منبر یا عقل ما گپ میزنه یا دل ما یا نفس ما گپ زده است. یا که ترس های ما یا که خوبه های بد یا که خوبه های نک. خوبش که عقل شما گپ زند. عقل شما گپ زند که عقل بستن است، عقل سربستن است. احساس اینا سربستن. بزرگترین احساس خیلی عشق است. اگر عشق خدا نصیب ممکنه ما خدا را عاشق شویم. سخن فهمید. اکنون دارو چیکار میکند؟ دارو بر بدن ما اون چیزی که نرسد همون رو پره میکند. وقتی بیمار میشد آدم این یا اون داروها حاصل نمیشن. مثلا اگر شما بگیریم دوپامین حاصل نمیشه. اگر دوپامین زیاد حاصل شود این خیلی آدم خیلی گپ زدن نمیشه. خیلی گپاشو میگذارن. اون آدمی که نگاه نمیکنه تو کی چی خفه میشی نمیشوی همون گپاشو میگوید قبیدنش نمیشه. یکی دوپامین باید به مقدار معین حاصل شه. یکی از پرابلم‌های هست که همون حاصل نمیشه. همین مشکلی چی میشه؟ با ما چیکار میکنیم؟ همین دوپامین از بیرون میتیم و تبابت میکنیم که معینه همون داروی نارسی را چیکار کنه؟ حاصل کنه. مثلا ما میدونیم بالای غدودی بالا گرده حاصل میشه گیدروکورتیزون داروی ضد استرس. همون تا 5 بار حاصل میشه. 5 تا استرس در یک روز بگیریم. 7-8 تا کی شد؟ همون دیگه حاصل نمیشد. استرس با آدم دوله نمیکند، استرس آدم با بیمار میکند و آدم میگه ما یک واقعه شد بیمار شدم. برای که هر روز استرس بسیار گرفتن هم چی خوب نیست. ولی با ممکن است کارهای کنیم که با هم مشق‌های سکوت‌های روانیمون و مشق‌های روانیمون استرس استوای چی بگه. یعنی که انسان نسبت همین استرس اذیت استوار کنیم. ایش هم امکان است. زیاد بعضی آدم شکستن نمیشکند. بعضی آدم تیز چی میشکند. از یک حدودی بالا برده همه وابستگی دارن. تصور کنید. لیکن نمیشه از بیرون این داروها رو ما بچیم. باید بدن اینها را حاصل کند. و مسئله دیگر این است که ما دارو باز غذا هم هست. مثلا کالی را بدن ما حاصل نمیکند. ما اون از بیرون میگیریم. نتری، نمک. ما چه از بیرون میگیریم. بعضی سفیده هایی که نظامینی امینوکسلات مثلا هستن، امینوکسلات هایی که در جگر ما در عضوهای ما حاصل نمیشن. رو ما از بیرون میگیریم. برای همین غذا خوردن لازم است. دارو خوردن لازم. ما هم خیلی میکنیم. آدم بیمار اول دارو میتیم، آهسته آهسته داروهای غذاناک میتیم و آهسته آهسته به غذا میگذاریم که با یک غذا میتوانی خودت چیکار کنی؟ دگرگون کنی. مثلا انیمیا، کمخونی. این 3 بخور
گوشت نقص خورد چیزایی را خورد که مثلا آهن داشته باشن از سه پیروگ تیار کن مردم ما پیروگ نمیکنن مثلا کمپوت بسیارتر استعمال کنن همین در یه هفته یک بار دانه کدو خوردن لازم است خیلی شورک بسیار نشه دیگه هم دانه کدو از میفروشن که بسیار خوبه همین اگر یک همون مشت شما کودکات یا خودتان خورید و میتونه چیکار کنه میتونه که یا که یک سال در یک بار همون راو هست کو میبرد هم میتونه چیکار کنه کیرما رو زنه برای مردم میخوردن مایا حیران میشیم ما خود بودیم هیچی نمیفهمیدیم آدمای کلانه که چرا همون چیزی بدبوی میخورن لیکن باید ببینید چیزی چی داره چیزی خاصیت ها چیه برای همین میگن سین سال رفتن گیرد غذای تو باید داروی تو باشد داروی تو باید غذای تو باشد اینه پدر تیب بقرات حکیم گفته است فهمیده برای چی ما بعضی حالات داروها می نویسیم دارو یعنی که تا اون که جابجا که شد انسان جابجا شد دارو را بدنش خودش حاصل کردن میگیرن ما دارو را کم کردن میگیریم و ارگانیسم برقرار میشه مسئله سوم خدا نشان ندهد این کار دسته خیروورگیه های به اینم نمیشده است اما وقت صدمه ها هستن خیلی پرایزوسین تراوما هست همین هم اگر رعایت کنن تکنیک بیزپاس هستن تکنیک بی خطری رعایت کنن شاید مثلا در مردم ما تسمه نمیبندن شفران خلاص استرویک ها مونده چی کاسکه نمیگیرن چون کارهایی که سویت هم اچکی های مخصوص متاسفانه ندارن خیلی اینا رو از خودی آدم وابسته است که گردی همون که بالگرکه در چشماش نزنن خلاص یا که مثلا بعضی نازکی های دیگر دارن یک لباس های هستن هم آدمای به همین کار میکنن که اون لباس از سیم آهنی پولادی ساخته شده است زخمش کمتر میشه عموما خیروورگی همین است که حاضر به درجه رسیده است که پای میشینونن دست میشینونن جگر میشینونن پوست اون میشینونن بسیار پیشرفته شده است حاضر بینیت خواهی عوض میکنن خیلی گوشات ساز میکنن یک کارو میکنن که خیلی نشم آدم من میترسم که عاقبت همین هم مغز سرش میمونه و همش عوض میکنن یا که گنی انجینیریا در شکم مادر همین آهسته شکم مادرم در کار نمیشد لابراتوری نمیکنن اوجه بسیار حیوانات را در لابراتوری اوجه تونستن انکشاف دادن با فکر میکنم که هم نزدیکی نشم آدمانی در هم لابراتوری میره خیلی خون ختمیتی در کاری تمیتی به میگن که چند ماه پس بیا فرزند تفکیر خیلی هم شدنش ممکنه چرا بسیار پیش رفته است این مسئله نه با میتونن که مسئله که پروستا بشنونن از دیده دستای آهنی همون عالم همین ساحه که ترانسپلانتولوژی تکنیکا میکنه تکنیک را پیوست میکنه گفت که ما حالا در قرار داریم در اول هایی که مثلا سمالیات سازی بود سالهای اولی که سمالیات سازی 100 سال پیش بود که ما گفت در همون زینه قرار داریم گفت یک چند وقت پس میگذارد تمام عضوها را دیل عوض کردن میشه گرده را عوض کردن میشه پای آهنی میشنن تمامی چرپته از تیتان میکنن و روش یکون تیر نمیگذارد یعنی که همون ربات ها و کینوهایی که دیدیم اما با فکرم عملیش نمیگیرن خیلی با خودم میسپاریم عاقبت این کار این تکنیک است اِوالوچیا که تحولات در زندگی انسان رفته است لیکن هیچ وقت دوشه روح انسان را ساخته نمیتونه اما ما همون روح که داریم همون روان که داریم اینا ساخته نمیشه این چیزهایی است که خاص پیوست به قواهایی است که در شعور هستی اونها را میتونه و چیزی دیگری که ما زعم کردیم در همین تبابت سینای بزرگ گفت که سخن دارو همین گیاه و نشتر هست با نور انرژیا حاضر ما بدانیم که انرژیا نیرو چکار میکنه تبابت میکنه همین سکوت ما میگذارانیم گذاشتن نیرو از بدن آدم اگر شدتناک باشد نیروی های کیهانی از آن جمله قوای جاذبه زمین و قوای الکترومغناطیسی نمیگذارند از بدنش محکم میشه برای همین یکی از افضلیت و برتریت یوگا هندوستان هم در همین است بدن هم میکشه گردش همین انرژتیکی ساز میکنه نفس درست میکنه بسیار کارهایی هستند که سبب چی میشن سبب گویم که گذاشتن نیرو از بدن ما میشه ما میدونیم سینای بزرگ میگن خنک و گرم بیماری های خنکی بیماری گرم میجازم حاضر ما میدونیم که پلوس و مینوس بود است
همین زمین مینوسه بوده است، آفتاب پیلوسه بوده است. از ما میفهمیم که نفس چقدر مهم بوده است و گردش آب چقدر درست بوده است و همه این آهسته آهسته می آمده است. باز به همون گردش علم میباید با همون تیپی پیشینه که در دوره‌ها پیش میگفتن قواهای بعد و قواهای نک، همون بوده است که ما همین انرژیایی که میفهمیم که این انرژی منفی است، این انرژی مثبت است، و به همون با آمده رسیدیم. لیکن یک زینه بالاتر، ما میدونید انکشاف انسان به شکل اسپیرال است. ما یک تاب میخوریم با همون حالت پیشینه میبینیم که یک زینه بالاتر هستیم. وقتی سکوت میکنید به همین قواها چیکار کنید؟ دقت کنید. یکی از اون چیزهایی که در سکوت شما رو فایده میرساند این نرم کردن بدن است. جایی که مثلا سست باشد اونجا را قوت میدید. ما آدمایی هستن که عموما ضعیف و سست خودشون نرمن طبیعتاً، یا اینکه از سبب بیماری سست و ضعیف شدن، ما میگیم فقط معده را نرم کنید، مغز سر نرم کنید. بعضی آدمایی که فشار دارند و مثلا نسبتاً قوتشون درست است، ما میگیم چی نرم کنید؟ بدن هم در برابر این چیکار کنید؟ نرم کنید. آرامی، نرمی، گردش خون حس میکنید و آهسته آهسته شما قوای جاذبه را حس میکنید، گذشتن نیروی آفتاب را حس میکنید و نفس ما حس میکنیم. همین طور بدن ما جابجا میشد، میماند پیش نظر را تازه کنید و فکرها را به یگان سخن چکار کنید؟ سخن بزرگ معنی کنید. ما از آن جمله استفاده میبینیم اسمای حسن را و احسان کنید، یعنی اطراف خود فضای خوبی، ماتریسه خوبی، نیکی و پیشروی بسازید، مهر و محبت بسازید. دوی ما متاسفانه از بیرون خطر حس میکنیم. اگر شما دقت داده باشید فقط حس میکنیم که یگان واقعا یگان کار چی نشد. اینا در ما هم تلویزیون‌های خارجی و بسیار کینو و فیلم‌هایی که انا خیل میشد، انا خیل میشد، انا فلان کار شد، کینوهای گوناگون میبینن، این در تگ دل انسان متاسفانه میشه. ما باید دویم از زندگی نیکی را خوبی را انتظار شویم. انا این است هم صفت مومنی هم صفت انسانی که دویم از اطراف انتظار کاری خوب شویم و بعد چیزی که ما میخوایم پیش نظر میسازیم و باید از قلب، اینو میگم ویزوالایزاسیون، وربالیزاسیون، پیش نظر آوردن و اون گفتن که هم شعور حسی بشنود هم قلب تو باید عملی کند، یعنی صحت شوی و به همین بنیتی نیک از همین حالت میخیزیم. یعنی که امروز اون صحبتی که ما با شما کردیم همین است و فکر میکنم سکوت های ما میکنیم، مشقای روانی میکنیم، همین چیزها رو در ما عملی میکنیم. سوال دارید؟ میگم سوال دارید؟